سلام بچه ها، من امیر محمد هستم. خوش آمدید به این ویدیو. تا قبل از که این ویدیو رو شروع کنیم حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر موقع من ویدیو گذاشتم باخبر بشید. تو این ویدیو ما چیزای ترش گرفتیم و چیزای ترش رو میکنیم و من رفتم چیزهای نوعایی که ترش بوده از جاهای پیدا کردم و آوردم تا بتونم ویدیو بگیرم. بریم شروع کنیم. اول میایم از این کوچولو شروع میکنیم. اول اینا رو بذاریم کنار. خب سفته. اینم از این چیزا داره، نگاه کنید، از این بیپیشا داره و باز کنم. من توی اینا خیلی مهارت دارم، مثلا خیلی مهارت دارم من توی اینا مثلا. خب بریم شروع کنیم. آلبالو مزه آلبالو میده ولی ترش هست، زیاد نیست. اینجوری نیست که ترش باشه. 10 بهش 7 میده. خب اینو بذاری کنار. خب اینو بذاری کنار. نمیدونم آلبالوی ترش زده. میخوره ترش باشه، چون که تو اون چی بسته ترش نبود، نزده بود بیشتر این ترش باشه. من توش ریز از سایه است، حالا توش نشون میدم بهتون. ریز از سایه است ولی اینجوریه. نکنین آلبالوه میگه ترشه. فیلم خوردم. واقعا ترش نیست. باز این یه ترش بود، ترش هم نیست. عدبش 1 اصلا هیچ ترشی نداشت. ولی اینو من بیام قبلا خوردم، مثلا 1 سال پیش اینا، ولی اینا رو تا حالا نخوردم. مثلا اینو خوردم و مزه های قبلی شدم، مثل توت فرنگی شد. نه فکر کنم یه مزه های دیگه شدم. حالا بریم اول اینو باز کنیم. اینو چجوری باز میشه؟ اینجوری من باز کنم. نمیشه اینا باز نکنم. اینا رو به جوری گشتم. اینا توی سوپرمارکت یه چیزی باز شد ولی اینجوری نیست که بتونیم بخوریم. جمع میکنم اینا رو، نگران نباش. زیادم چقدر رنگی هم هست. ببینید مثلا نگاه کنید رنگی. خب ریخت، نگاه کنید رنگیه. با یکیش هم افتاد. حالا بخوریم. هرچی باشه از این دوتا ترش داره. من دیده بودم میگن این ترش گازم داره. عدبش 9 میدم. بریم باکس بعد.
چه وایس من برم چیزی. سلام. چه گاز داشت به فکر اون کشی نخوریم بهتره، ولی میخوریم. ما قوی هم سکن اینو بذارم زیرمون. نه فنا نریم. سکن روش بخورم. آلبلوه نمیرم فهم گیلاس. ببین بچه ها ترشه، گازم داره مثل نوشابه. نوشابه چیزی میخوره، نوشابه هم گاز داره، اینم گاز داره. اینم گاز داره. خیلی از ایناست که پدر میاره. این نتا ساختیم. این چیه؟ لیمون. مزه لیمونات میده. واقعیت میخوام بگم مزه لیمونات میده. من میگم اینو میگم نخورید. حالا یه چیزش هم میدم. ریخته من درستش میکنم. اینو نخرید. خب بچه ها این ویدیو هم تموم شد. تا یه ویدیوهای دیگه و حتما ویدیو رو لایک کنی، سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنید و هر موقع من ویدیو گذاشتم با خبر باشید. خدافظ.